بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شاگردای گرانقدر، ما و شما در درس هفتم اسم القدوس الله سبحانه و تعالی را خواندیم. حالا قسمت دومش است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم القدوس الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول و علی آله و صحبه اجمعین. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اسم القدوس الله سبحانه و تعالی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع خود و در سجده خود الله سبحانه و تعالی را با این اسمش یاد میکرد. میگفت که سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن عایشه رضی الله عنها، مادر ما و شما و مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی رکوعه و سجوده. میگه رسول الله صلی الله در رکوع و در سجده خود چی میگفت؟ میگفت که سبوح قدوس رب الملائکه و الروح. یعنی الله سبحانه و تعالی سبوح است، یعنی تمام حمد و ثنا و صفت برای الله است و از تمام عیب ها الله سبحانه و تعالی پاک است، و قدوس و همین قسم الله سبحانه و تعالی پاک و منزه است. رب الملائکه و الروح، ذاتی که رب تمام ملائکه هست و رب جبریل امین علیه السلام که بسیار ملائکه بزرگ مقرب است، رب زنا هم است. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در نیمه شبها وقتی که برمیخواست الله سبحانه و تعالی را با قدسیت و با پاکی از تمام عیبها و از تمام نواقصی که مخلوقات داره، الله سبحانه و تعالی از این عیبها و نقصانایی که ما داریم ایره پاک معرفی میکرد. چی میگفت؟ امام ابو داود رحمه الله در یک حدیث صحیح روایت میکنه عن عایشه رضی الله عنها قالت، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودن که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حب من اللیل، وقتی که شب مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ شبانه برمیخواست، دیگه چی میگفت؟ کبره عشرا. وقتی که رسول الله شب از خواب میخواست 10 مرتبه الله اکبر میگفت، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، و حمد عشرا، و 10 مرتبه هم الحمدلله میگفتن، یعنی الله سبحانه و تعالی را حمد شیاد میکردن. و قال سبحان الله و بحمده عشرا، 10 مرتبه هم باز سبحان الله و بحمده میگفتن. 10 مرتبه الله اکبر، 10 مرتبه الحمدلله، 10 مرتبه سبحان الله و بحمده. و قال و میگفت سبحان الملك القدوس عشرا، 10 مرتبه هم چی میگفتن؟ سبحان الملك القدوس، پاک است او ذاتی که مالکیت تمام کائنات با قدرت از او هست، القدوس و پاک است از تمام نقصان ها و عیب ها. چند مرتبه میگفت سبحان الملك القدوس؟ 10 مرتبه. و استغفر عشرا، و 10 مرتبه استغفار میگفتن، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. و حلل عشرا، و 10 مرتبه هم چی میگفتن؟ تحلیل، یعنی میگفتن که 10 مرتبه میگفتن که لا اله الا الله. خب دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعد از نمازهای وتر خود چی میگفتن؟ هم سبحان الملك القدوس میگفتن. امام ابی داود رحمه الله روایت میکنه عن ابی بن کعب رضی الله عنه، میگه ابی بن کعب رضی الله عنه میفرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سلم فی الوتر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سلام میگشتاندن در نماز وتر، قال میگفتن سبحان الملك القدوس، پاک است او ذاتی که ملک قدوس است. یعنی ای شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی را با این صفتش که قدوس هست یاد میکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.